دوستان، خیلی خوش اومدید به چنل پارس الکترونیک. امروز قراره ویدیو آموزشی داشته باشیم در مورد مقاومت‌های الکترونیکی. قراره یکم توضیح بدیم که اینکه اصلا مقاومت‌ها چی هم، به چند دسته تقسیم میشن و کارشون چی هستش. خب قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، چنل رو حتما سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، زنگوله بغلش هم بزنید تا وقتی که ویدیو جدید گذاشتیم حتما با خبر بشید. مقاومت الکتریکی مقدار مخالفت اجسام در برابر عبور جریان الکتریکی هستش که نماد اون رو به آر نشون میدن و واحد اندازه‌گیری اون اوم هستش که این عبور جریان الکتریکی به 3 دسته رسانا، نیمه رسانا و نارسانا تقسیم میشن که به اونها هادی ها، نیمه هادی و عایق گفته میشه که هادی ها خودش به اجسامی مانند فلزات، آلومینیوم، مس و نقره گفته میشه که در شرایط بد هم میشه به بدن انسان هم گفته بشه. تو چقدر نمکی. بعد نیمه رسانه ها مثل شیشه ها و اجسامی مانند دیودها، ترانزیستورها، ترانسفورماتورها که داخل بردهای الکترونیکی هم قرار داره. از نارسانه ها یا همون عایق های خودمون همیشه به اجسامی مانند پلاستیک، چوب یا کاغذ هم گفته بشه که همه اینا برای محاسبه کردنشون قانونی دارن به اسم قانون اوم که این قانون VIR هستش که تمام کسایی که در رشته‌های برق فعالیت میکنن با این قانون آشناییت دارن. خود مقاومت به 2 دسته ثابت و متغیر دسته‌بندی میشن که مقاومت‌های ثابتمون مثل مقاومت‌های کد عددی، کد رنگی و عدد ثابت هستن که خود مقاومت‌های متغیرمون به دسته هایی به مانند مقاومت های دستی و تابع شرایط تقسیم میشن. مقاومت های دستیمون هم میشه به پتانسیومترها اشاره کرد. مقاومتی 3 پایه که پایه وسط مشترک و 2 پایه کناری راست و چپ اون تشکیل دهنده یه مقاومت هستش که به این مقاومت پتانسیومتر میگن که جزء مقاومت های متغیر دستیمون هستش که به مقاومت‌های تابع شرایطمون هم میشه به اونها به مقاومت‌های مانند گرما، نور، مغناطیسی یا ولتاژ اشاره کرد که هر کدوم از این مقاومت‌ها اسمش روشه تابع شرایط، یعنی هر کدوم شرایط خاص خودشونو دارن. مثلا تو بخش نور ما میتونیم به مقاومت‌های مثل LDR اشاره کنیم که این مقاومت وقتی که نور بهش میخوره مقدار مقاومت اون کم میشه. در بخش گرما ما میتونیم به ترمیستورها اشاره کنیم که خود ترمیستورها به 2 بخش PTS و NTS بخش بندی میشن که NTS با افزایش حرارت مقدار مقاومتمون کم میشه و PTS با افزایش حرارت مقدار مقاومت اون افزایش پیدا میکنه که مقاومت‌هایی مثل ترمیستور در اول بردها وجود دارن و اینکه در بردهای مثل پکیج چون مقاومت‌هایی هستن که در قسمت گرما هستن توی بردهای پکیج بیشتر مشاهده میشه و در مابقی بردها زیاد مشاهده نمیشه و اینکه در اول بردها هم وجود داره. و آخرین مقاومتمون که ولتاژ هستش هم میشه به وریستورها اشاره کرد که این نوع مقاومت ها با افزایش ولتاژ مقدار اونها کم میشن. این بود از کلیت مقاومت ها، اینکه مقاومت ها چی هستن، به چند دسته تقسیم میشن و اینکه کارشون داخل بردها چی هستش. تا یه ویدیو دیگه